know something? No soup for you. این آقا علی یگانه است، معروف به سوپمن، که به خاطر بد اخلاقیش و اینکه حق با من نه با مشتری کلی معروف شده و جلوی رستورانش همیشه صفه. علی مهاجر ایرانی در آمریکا بوده که سال 1363 تو خیابون 55 نیویورک مغازه سوپ میزنه، مدل خونگی. اسمش هم میذاره آشپزخونه سوپ بین‌الملل. زودم معروف میشه و سرزبون رسانه‌های معروف مثل نیویورکر میشه. حتی توی قسمت سریال جری ساینفیلد هم داستانش هست که به خاطر بد اخلاقیش با هیتلر مقایسه شده. باور نمی‌کنین؟ اینم مصاحبهش. What is it about your soups that make them so special, famous, and franchisable? That is a proper question from wrong person. Why don't ask the vegan? Why don't ask the public? Why are you asking me this question? اون میگه این فلسفه منه، حق با منه نه با مشتری. سال 95 سریال میترکونه و مردم برای سوپاش دست و پا میشکوندن که بد اخلاقیشو ببینن. خیلی هم از مغازش مینداخته بیرون. بعدم با اسم مرد اصلی سوپ شروع میکنه به شعبه زدن. حالا به جای اینکه بابت این سریال و جهانی بودنش خوشحال و ممنون باشه، کلی هم شاکی بوده. در حدی که وقتی اعضای ساخت فیلم میرن مغازش اونا رو بیرون میکنه و میگه نو سوپ فور یو. شما آبرو برای من نذاشتید. به خاطر لقبی که بهش داده بودن ناراحت بود، برای اینکه معروفیت و صف کشیدن مردم برای سوپای عالی مال قبل از این سریال بوده. خلاصه که خودت باش، چه خوش اخلاق چه بد اخلاق. دیگه خودم گیج شدم، ولی این آقا اینجوری موفق شد. برای داستان جالب‌تر ما رو دنبال کنید.